پول لب نیست. کمک پول است نوش کار کنیم ولی بهتر. پیش این رفیق میریم. شما چه بار میبرید؟ اینا میگو خبرم ولی باز زنونه میبیارم. با اینا میترسن که همه شگونگر خودشون بیکار میمونن. همشه نمیگن که میگن که های خیلی بینید بازار بینید یکون مایلش من شما با راه با یاردم میکنم این با یاردم میکنم میگونم نه که همون چیزهای اساسی اسارتیمنت ما با نمیفهمونن. ما میریم همین 15000 پول داریم همون 15000 بار میبیاریم نمیتونیمشون فروختن. کدوم تو همین خیلی پخوش سیتواسیا دیدگی هست در تاجیکستان کم است همین خیلی بسیار خیلی بسیار درست خیلی بسیار چیبا که آدم بیزنسن نامختصر میکند بعد همه پولش نیست میشه با قرض به میفته بیچاره. من چند بچه دیدم تاجیکستان خودم در روسیه و در ترکیه که میگن معلم بیزنس کردم قرض بافتیدم بانکروت شدم یک نقدم میکنم 2 سال پیش از این 2 سال پیش از این ها 2 سال شده اوج 2 سال میشه تایوان با بودم یا که کجا با بودم که همین اویلم گفت که همین یک بچه تاجیک از کجای تلفن من یافته سو هر روز تلفن میکنه. من گفتم کجا تو یافته؟ گفت نمیدونم. بعد گفتم خد چی میگه؟ همین التماس کنید شوهرتونم قطعی یک بار قطعی من واخورد که منو میکشن. چیکار میکشن تو؟ من قرصم من قبیسار که منو میکشن. بعد این همون کدوم یک شاگردم براماز آفیس با براماده آفیسم با و گفتن که سیرانو معلم قبول نمیکنه حاضر و تو نبیان اینجا وای فهمید است که همین بعد اویلم پرسید است که خی با میگشته میبیان و اویلم گفت است که اینجا میپرن میرن قطر پرده میرن مسکو بعد دلشه همین التماس که همین اکمان ترانزیت باید پرده بروم کو ترانزیت نمیبرد کو از ایروپورت از زال نمیبرد کو این خیل میگراسیون نمیگذارد کو همین التماس کردن که التماس استاد همین اگر شما من همین راه نشون دهید من یک گله قرض دار شده موندم بار گرفته سو دیگر رو با دودای بورا و یا گم شده بعد بار گرفته سو با دودارش بانکروت شده اناکو همون استادیوای با اون چیز بازار از کو مسکو وال لوبلینوای چه نماش همونجا بیچاره یا کی نماشی همون اپشن صدوات با کار میکنه این گپم 2 سال شد همه قضا دارم التماس من نمیرم چیکار کنم همینو من سراغ موندگان بین یک هفته با یک گلریکاتور و آوردگان من نمیرم چیکار کنم التماس همین معلم من با یک مصلحت چیکار کنم برای خاطر همون بچه بلیت ما علیش کردم گفتم مایلش من بلیت علیش کردم گفتم من میبرم ایروپورت با 2 ساعت می 2 ساعت بین ریسو با وقت همونجا صحبت میکنیم بعد من دو دیگه بلیت گرفتم دیا بعد من اومدم مسکو برام اومدم بچه اومد نماش خاطرم برام راست دیگه صحبت کردیم ما همون با پولن استراتژی ساخته دادم بین 2 ساعت پولن تو چیکار کردنش در کار اكو چی میگود گپش ببینید میگود معلم میگود پول ندارم هیچ ندارم قرض یکلا بسیار همین یک تا کلین میگود اینترنت قطع زکات میکند بار هوای پولای هوای کمک اگرای کردم یک 5000 همون پولای هوای با بلیت گرفتم دلم با گریخته برفتن من گفتم تو کجا میگریزی تو گم میکنی که قرض گریختن میتونی نه این دنیا با گریختن میشه قرض نه اون دنیا با گریختن میشه تو یا میوبان سراغدان ممکن که همین سیتواسیی که حاضر تو افتیدی برای تو یک شانس ای چرا که من سرم گرزوندم کن چیزا همین برای تو این تو با عذاب نیست این تو با یک تحفه پروردگار ای اگر که وجدانت بقوت باشد و ایمانت بقوت باشد و همین او در ویدرجت کنی تو حیاتت یک عمر دیگر میکنی باید معلم چیکار کنم دستش به بلیت که گریخته برود از مسکو باور کنید نه من سر دست خوم نو پیشم با گفت که معلم دستم من بلیت است نمیدونم چیکار کنم گفتم گوش کن وای آدمی که تو برای بار پول روی کرد وای گناهگار نیکو خطای های تو وای فریب کردنی پولی وای با بلیت تا گریخته برفته استادی بعد استراتژی ساخته پولنستو که قطع چخل گپ زدن که قطع چخل پریگوار بردن نام همه قرصاش نوشته فرمودم چخل کردن در کار چخل موندن در کار وای گفت که من میکشم وای اوج گفت داغستان و چچنسو یک گلادم وقتی اومدن با سری من گفت باور کنید دادرم اوج وای با گرفتگیان گراف با من گفتم نترس تو یگونه راه که نترس همین گفتگی من میکنی میشه همین خیلی گفتگی من کرد است من و دیگه ندیدم که بعد اون روز ترسبه یک تا بچه واخوردم ترسبه وای بچه چند برو آمده سو همین چشم امید برام میکنم کو
و چشمه امید با برآمده سو دلاور به التماس کرد که معلم ترس باشن یک بار واخورم و ما همین خیلی بیزنس همین چی بیزنس دارم. بعد دلاور التماس کرد که معلم همین آدم هر روز تلفن کردن هر روزی که فهمیدن که شما در ترس هستید من گفتم مایلش خگوید بیا. با اومد من گفتم که کامان سخت بسیار ندارم. من تو 15 minut گپ زدم با وقتم های درش من اسپید کردم در کار دیگه کار خودم. بعد صحبت کردم 15 minut بعد گفت که اکو همه گپاش گفت بعد اخیراً گفت بسیار بچه معقولم شد بچه خوب بوده. گفت که همین بید من تا ایرپورت من برام شما یا پاپوتی گپ زدم اونجا یک ساعت وقت میاد کن. خب بعد شفاف و بچه جواب دادم و پارتنرم بود و پارتنرم که نیما خودم میبرم گفتم بیا ما هم بچه برام من قطعا بچه فهمم چی میگه راه بگیرم. گفت که همون بچه‌ای که ایرپورت به کنسولتاسیون دادید کو هوای من به خش میشه. گفت که گفتم گفت خاطرت ما به قرض بودم خیلی گفتم ها. گفت همه قرض رو شد داد حاضر بیزنسش خیلی نقص پیش برفتنه همه قدر از شما مینداره که بین 2 سال بعد این رزولتات خیلی خوب درست این رزولتات خیلی خوب. این مثلا من شما با چی با آورده استادم هر یک بیزنس به مشکلی که به سرتون میبیاد این توفای پروردگاره نگریزید اول. وقتی که اول گریختید شما یگون وقت همه حیات هر بار شما به مشکلی دادن میگیره این یک درس حیات های نه که وقتی که اول گریختن گرفتید کو و یا این کار کردن گرفتید حیاتتون دیگه نمیشه. برای که اگر که همین حاضر همین حل کرده پیش بنابر اومده با دیگه ساحه همین استاتس پخوجه با پیدا میشه حیاتتون با فرد و دیگه ساحه پیدا میشه با چی با که شما همون استاتس переработка نکردنید معنی سر شما هوا پریوار نکرده استاده. برای همون هر یک استاتسی که پخوج میبیاد در شما با این شما با شانس های یک شانس بهترین است که در حقیقت همون یک قدم زده پیش ببریدتون. برای همین این گفتگی من کردناتون در کار درباره سیستماتیزاسیون گفتگی من چی فهمیدی کجونم کنی کارت من این خیلی میشه تو درس گدوای من بحثی منیمه انا من گدوای ببینی کارم تو یاد میگیری من شوخی نمیکنم من ریال شوخی نمیکنم. خیلی من خودت گو که من از توشکن بودم همین بچه گدوای من با $10,000 داده خوندگی 3 تا مینی ماستر کلاس من با گذاشته بگو بود میشه نامش الهام جان خطی من همینا بود وای با همین بچه میشناسد تشکیل من خطی همینا بود مینی ماستر کلاس من پول نداشته است پولایی که زنش خطی جمع کردن که ماشین میخریم همون پولا رسخوت کردن مینی ماستر کلاس من برفته بود $1,500 $3,000 دو کس پدو رسخوتاشون شده درس برفتگی بود. وقتی که از درس میبرن زنش میگود که زریا اومده پولا نیست شدن خاکن وای زنش با چندین سال این پول جمع کردگی کو ماشین میخریم گفته کنیش که زنک بابا ماشین ارزوی حیاتیش کو آخه نظر وای با کیم چی کی میتابد نظر وای با ریال نه کیم چی میتابد. بعد شوهرش میگفت که همین پول زریا اومده میگفت دیگه وای زنش روسیه نمیفهمید یا برای همه قدر و روسیه که نمیدونست و برای همه با کیم بود نه که بعد از 2 ماه 3 ماه که این الهام جان در اومدش زیاد میشه یک 10 بار 15 بار بعد زنش میگه که این نغزی که رفته بودید این نغزی که شده است و الهام جان 3 تا مینی ماستر کلاس با اومد بعد گدوای با اومد. فکر شما قطعی همین بچه 3 سال پیش 2 سال پیش از این یک بار اومدگیش با در اومدش $500 بود $1,000 بود میدونید امسال چند پول کار کرد زیاده $740,000 چیز دیپریبل کریزیس با فهمیدنی؟ хороший результат سوپر результат دیده خوندن همه فایده شد برای همه قدر خون اگر که خواهید که سیستم یاد گرفت فقط گدوای обучение ما چون که اول تا آخرش شما полностью میفهمید как должно быть ممکن که یک بار بام گوشوندن بام همش نفهمید نه که با ما записки دستون با یک چند بار گوش کردن میگیرید با است ساز میشه من خیلی میشه رحمت کلام مرحمت با ثواب بیا جونم شما یک چی خوردن گیرتون من گپ زدن میگیرم کار من گپ زنی شما خورده گوش کنیتون بیا جونم. سلام علیکم من به روز هستم از شهر دوشنبه استاد محترم ما یک تا کامبود داریم 2 تا سوال انا سوالی اکم
من همه باید یک فهمونم که شما همه مسئولیتی خودتون در جای من موندن حس کردید. فرض کردیم شما انا یک راهبر شرکت ساختمانی هستید که انا ابیکت‌های کاری موافق تندر میگیرید و مقدار کارتون 5 سال یا 7 سال میرساند. ولی در بعد 7 سال تقریبا ابیام کاری دارید. لیکن یک تا پرابلم دارید. همین مبلغ گذاری در فرمایشگر نمیتواند مبلغ کار کرده شما را سری وقت پرداخت نماید. بسیار انا همه قوای کاری شما در همین جا بند است و برای ابیکت دیگر گرفتن کار را تشکیل کردن با وقت در کار است. نه که فرمایشگر میخواهد که شما کار را به تنفس اجرا کنید و شما هم برای اجرا کردن همین کار ضروریت دارید. همین حالت چیکار کنیم؟ این اساسا مشکل ما هست. خیلی میخوام شما بکنید. بله من این خیلی سитуация بسیار دیدگی. شما значит гособъект کرده استودید. من میدونم گسابیک کرده سودا چه проектون 5 ساله 7 ساله سر وقت етап به етап باید که شما با پولتون تیان مثلا 10% کردید یا 20% کردید باید که پولتون تیان که شما دلش کنید. نه که وا میگن که نتو کردن که بعد ما میتیم چون که بودجه به پول نیست که شما بتیان همون مدت با ممکن بعدتر پول میشه. نه که همون مدت بک نیست شما میگن کردن نه که برای کردن مسئولیت خریدن در کار اویلک دادن در کار. درست؟ من جای شما باشم پیش از اون که همین خیلی بیزنس بروم من میبینم رسورس запасам. من مثال من دونم که همین ابیکت با من با $1 میلیون در کار. نه که من بینم که رسورسم 2 میلیون است من میرم. اگر که 1 میلیون پول دارم و این ابیکت 1 میلیون بیستد من همین خیلی بیزنس با نمیرم. دیگه بیزنس میکنم. ادا کن. راست که شما رفتید در لیمت سитуация شما میخواهید شما همه وقت کار کنید که این ابیکت شما این ابیکت دراز مدت مثال долгие деньги длинные деньги این چی گفته گفت پولی که میبیاد ممکن 5 سال با ممکن 7 سال با میبیاد نه که میبیاد نه придет солидная сумма من اینش هم میدونم پول خوب میبیاد نه که دیر میبیاد. برای همه وقت شما باید که 50 на 50 کار کنید. دویم бригада немедленно кшоко. Немедленно دویم бригада кшо. Набери просто услуга. Не тендер ба кисат вложить кардан дар кор. دویم бригада просто услуга займаст. Подрядчикам ша. Просто دویم бригада мекшиё как кэшфлоу месози. Кэшфлоу денежный поток. Ҳар рӯз барои зиндагӣ кардан пул дар кор. دویم бригада تو تامین میکند استابیل поток денег услуга میسازیم. من جای تو با یک бригада پیش میمونم 2 бригадی دیگه کشفلو میسازم 2 бригадی دیگه میگیرم 2 تا دیگه یاردمچی اینش یک бригада услуга اینش یک бригада услуга. тендер با اشتراک نمیکنه دیدم اینو فقط как подрядчик работает. میدلم определенная работа همون строительство که تو نقص فهمی همون کار کنو فقط این 2 تا команда باید که همچون подрядчик شده کار کند. частная компания ба сделал получил деньги то ба и мумкин ки пули бисёр намебиёд небольшой но зато у тебя есть на повседневные дела деньги. уловил? ин беҳазаро агар ки ино кардан наметои ту бояд ин кора кунӣ илоҷ дигар надорӣ. бо дуюм варианте ки тига бо як вариант дигар кор мекунӣ ҳамон тендере ки ту дорӣ як қисмаша мефурӯшӣ як қисми тендера як қисми прибыла. Конечно, میو به پارتنرا میگه که همین ابیکت تمام کردنم در کار همه قشم پول من رسید من یک قشم پولم نمیرسد نه من همه پول میمونه تقسیم میکنیم. من فهمیدی مضمون گپم من مثال ابیکت تمام کردم $1 میلیون در کار تو $400 یا $500,000 تقرض خود کردی 300-400,000 دیگه نمیرسد. تو گپ زن من با پارتنر شوی вложить کن من میخوام یک جا میکنیم آخر پولت میگیری. Часть тендер продай. Немедленно это делай. Вот чи қайд на дур ба кошелек унико, бо за роз ба қинат шунам мегра. Мо нигah дорам мегра кризис мекуна. Кризис гузаратам ки майла шо, не ки вай проблема туба мемонад ку ту ҳал кардан дар кор. То го мекуне ки кризис мегузарад буҷет ба пул мешад пул метен туба. Мумкин, ман ҳеч гуфтан наметавам око. من هیچی گفتن نمیتونم. نه که در جای تو من گفتگی من میکردم. دوباره رزرو پول من نگاه کرده بعد همین